در اون یک سالی که ماها زبان ترکی زبان رسمی شده بود، یعنی زبان مادری ما زبان رسمی شده بود در آذربایجان، ما کتاب ها رو به ترکی می‌خوندیم و در کلاس هم همه ترکی حرف می‌زدن و اون موقع تا اونجا که من یادمه به طور کلی ما فارسی زبان سر کلاسمون نداشتیم و معلم‌ها همشون ترکی حرف می‌زدن. ولی وقتی که فرقه دموکرات صعود کرد و قرار بر این شد که همه چیز به فارسی نوشته بشه، من که اون چیز دوره ابتدایی رو روزنامه دوره ابتدایی رو در واقع گفته بودن روزنامه بنویسیم، روزنامه دیواری رو به ترکی من می‌نوشتم، بعد گفتن که به فارسی بنویسیم. منم که فارسی بلد نبودم، در نتیجه یک کسی که از تهران اومده بود قرار شد که به فارسی بنویسه. من تو خونه نشسته بودم، خیلی هم ناراحت بودم که خب این اجازه رو نداشتم که به فارسی بنویسم، به ترکی بنویسم، فارسی هم بلد نبودم. مادرم یه دفعه گفت که خب چه معنی داره، حالا بنویس بریم. من نشستم دوباره میز رو به هم دیگه چسبوندم و بعد با مرکب رنگین معمولا به کار می‌بردیم، دوباره نوشتم و بردم چسبوندم به کنار همون چیزی که به فارسی نوشته شده بود و ناظم مدرسه اومد و بعد ما هممون سر کلاس نشسته بودیم، همه رو زنگ زد و همه رو کشون بیرون و بعد گفتش که کی اینو نوشته و طبیعی بود که من گفتم که من نوشتم و این پشت گردن من اون انداخت رو زمین، پشت گردن منو گرفت و گفتش به ترکی به من گفت یلا، یعنی بریز. و من خم شدم و زبان مادری رو لیسیدم و یعنی هر کسی از من بپرسه که زبان مادری تو کجاست، دستمو میذارم رو شکمم میگم اینجاست. خوردمش. و بعد موقعی که سرمو بلند کردم بچه‌ها همشون زدن زیر خنده، برای اینکه سر و صورتم همش این جوهری شده بود و اینا و همین یه شوک عجیب غریبی بود در این حال. آدم زبان مادری خودش رو نتونه در مدرسه بخونه و اون موقع نبود که من مثلا آگاهی